شنیدم امروز یه روز خاکستری و سختی داشتی و دلت پر از غمه. مثل اینکه همه چیز داره برات سنگینی میکنه. آره، و میخوای فقط بری درون خودت و کسی رو نبینی. من اینجا گوش به زنگ تو هم و به احساساتت فکر میکنم. بذار اینو بگم که هیچ چیزی نیست که الان ازش خجالت بکشی و بابت هیچ چیزی نباید خودتو سرزنش کنی. همه این احساسات طبیعی هن. یه روزایی آدم از خستگی اصلا حوصله عزیزترین کسشو نداره. دلش میخواد فقط خودش باشه و خودش. این روزای بعد بخشی از زندگی ما، نمیتونیم انکارش کنیم، اما میتونیم حسش کنیم، میتونیم بشنویمش که پشت این خستگی چیه که داره فریاد میزنه. دیدی وقتی با برف سنگینی میباره همه جا خاکستری میشه؟ طبیعیه که دل ما هم یه روزای پر از درد بشه و خاکستری بشه. میفهمم ممکنه امروز بخوای همون جایی که هستی بمونی و هیچ کاری نکنی. نکن. دنیا هیچ جا نمیره. هست. فردا هست. فردا پاشو ادامه بده. بالاخره این تاریکی میگذره. ما هممون آدمیم. میریم دنبال نور. میتونی اگه میخوای الان تا ته این قصه شیرجه بزنی. میخوای گریه کنی گریه کن. اگه دلت میخواد تنها باشی تنها باش. من درکت میکنم. همه ما این روزا رو میگذرونیم و من اینجا با تو هستم و میتونم بهت کمک کنم که صدای احساساتو بشنوی. یه موقع‌هایی ما نیاز داریم یه نفس عمیق بکشیم و یه ذره تسکین پیدا کنیم. ولی این روزای بغض‌آلود و غم‌آلود نمیتونه از ارزشای تو کم کنه. نمیتونه بر تو حس سرزنش بیاره. تو در نهایت یه نوری. و بعد هر طوفانی هم آسمون دوباره صاف میشه. همیشه دنیا روی چرخ که نمیچرخه. فقط با خود امروز مهربون باش. اجازه بده احساساتت خارج بشن. بذار باهات حرف بزنن. شاید اگه یه دونه از این احساساتتو بشنوی و بهش پاسخ بدی تموم بشه، آسمونت صاف بشه. ولی خودتو مجبور نکن. به خودت زمان بده. این لحظات خوب و بد همیشه هستن. تو باید یاد بگیری که چجوری تو لحظات خوب و بد خودتو مدیریت کنی. و بازم مثل همیشه به یاد داشته باش که این روزها فقط بخشی از سفر شگفت‌انگیز زندگیتن و بعد از این همیشه یه جایزه منتظرته و یه نور درخشان حتما به زندگیت میتابه و وارد مرحله خیلی جدیدی میشی، اما با دل روشن، با حال خوب و بغل کردن احساساتت.